سلام، شما صدای باریش سسی رو میشنوید. امروز میخوایم بریم سراغ داستان یکی از اون شخصیت‌های عجیب تاریخ. مردی که از دل شکست شمشیر ساخت و از تبعید برای خودش تاج و تخت دست و پا کرد. اسمش قرایوسف بود، یه فرمانروای قدرتمند که از خاکستر یه امپراتوری سقوط کرده بلند شد و اسمش رو برای همیشه تو تاریخ ثبت کرد. خب وقتی تیمور لنگ تو سال 807 هجری از دنیا رفت، یه خلأ قدرت وحشتناک تو کل خاورمیانه به وجود اومد. فکرشو بکنین، یه امپراتوری غول‌پیکر که فقط با زور شمشیر سر پا مونده بود، یهو بی سر میشه. این بهترین فرصت بود برای قدرتایی که سرکوب شده بودن تا دوباره بیدار بشن و برای رهبرای جدیدی مثل قرایوسف تا سرنوشتشون رو خودشون بنویسن. داستان ما اما با یه پیروزی شروع نمیشه. برعکس با یه شکست خیلی سخت و ویرانگر شروع میشه. شکستی که مسیر زندگی قرایوسف رو برای همیشه عوض کرد و اون رو تو راه تبدیل شدن به یه اسطوره قرار داد. این تفاوت رو خیلی راحت میشه دید. قبل از تیمور یه امپراتوری یک پارچه بود که یه نفر با مشت آهنین ادارش میکرد. اما بعد از اون چی شد؟ همه چی از هم پاشید و اون سرزمین بزرگ تبدیل شد به میدون جنگ بین شاهزاده‌ها و مدعیان قدرت. درست تو همین هرج و مرج بود که بذر امپراتوری‌های جدید کاشته شد. برای قرایوسف جوون این هرج و مرج یه فاجعه کاملا شخصی بود. اون با چشمای خودش شکست و کشته شدن پدرش رو دید، سرزمینش رو از دست داد و مجبور شد برای اینکه زنده بمونه به مصر فرار کنه. این شروع سالهای خیلی سخت تبعید بود، اما همون دوران سخت دورانی بود که اون رو آب دیده کرد و بهش فرصت داد تا برای یه بازگشت بزرگ نقشه بکشه. و دقیقاً اینجاست که داستان به نقطه اوجش میرسه. چطور یه شاهزاده تبعیدی، یه پناهنده، تونست به یه رهبر قدرتمند تبدیل بشه و برگرده تا میراثش رو پس بگیره. بازگشتش واقعاً سریع و کوبنده بود. از مصر خودش رو به موصل رسوند، نیروهای وفادارش رو دور خودش جمع کرد و قدم به قدم، شهر به شهر سرزمین‌های پدریش رو پس گرفت. اول آذربایجان و تبریز رو آزاد کرد، بعدم رفت سراغ بغداد. یعنی تو چند سال از یه تبعیدی تبدیل شد به فرمانروای بی‌رقیب آذربایجان و عراق. نبرد سردرود نزدیک تبریز لحظه تعیین کننده بود. این فقط یه پیروزی نظامی ساده نبود. یه جورایی تسویه حساب شخصی و نمادین بود. اون پسر همون کسایی رو شکست داد که پدرش رو کشته بودن و خودش رو آواره کرده بودن. این جنگ یعنی بازگشت رسمی ترکمانان قرقویونلو به صحنه قدرت. اما قرایوسف فقط یه جنگجوی ماهر نبود. خب به غیر از پیروزی‌های نظامی، مورخ‌ها درباره شخصیت و روش حکومتش چی میگن؟ یعنی به عنوان یه آدم، یه حاکم، چطور شخصیتی داشت؟ منابع تاریخی تصویر خیلی جالب ازش به ما میدن. یه حاکم عملگرا که اهل عدالت بود. مرد میدون بود، نه مهمونی و بزم. از آدمای چاپلوس متنفر بود و حتی میگن دشمنایی که با شجاعت جلوش میجنگیدن رو میبخشید. همین ویژگی‌ها باعث شده بود بین مردمش خیلی محبوب باشه و حتی دشمناش هم بهش احترام بذارن. این نقل قول از حسن بیگ رملو، مورخ همون دوره، خیلی قشنگ شخصیت دوگانه قرایوسف رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی تو میدون جنگ یه شیر بیرحم بود، اما تو دربار و بین مردمش مثل یه ابر بخشنده و سخاوتمند عمل میکرد. این یعنی هم قدرت نظامی رو داشت، هم کفایت یه حاکم خوب رو. خب حالا که قرایوسف قدرتش رو کاملا تثبیت کرده بود، یه رویارویی نهایی با خاندان تیموری دیگه حتمی به نظر می رسید. این دیگه یه درگیری محلی نبود. صحبت از جنگ بین دو تا امپراتوری بزرگ بود که میتونست سرنوشت کل منطقه رو مشخص کنه. این سوالی بود که اون زمان ذهن همه رو درگیر کرده بود. یعنی واقعاً قدرت تازه نفس قرقیونلوها میتونست جلوی امپراتوری قدرتمند تیموریان که حالا پسر تیمور یعنی شاهرخ رهبریش میکرد وایسته؟ همه چیز برای نبرد حماسی آماده بود. یه طرف قرایوسف بود، یه مرد خودساخته که امپراتوریش رو از صفر ساخته بود. اون طرف شاهرخ، وارث امپراتوری غول‌پیکر تیمور. این رویارویی در واقع تقابل دو تا طرز فکر بود. قدرتی که از شمشیر و اراده میاد در برابر قدرتی که از پدر به پسر به ارث میرسه. شاهرخ با یه ارتش عظیم از خراسان راه افتاد سمت آذربایجان.
قرایوسف هم لشکرش رو جمع کرد تا بره به استقبالش. همه چیز برای بزرگترین جنگ اون دوره آماده بود. اما سرنوشت یه نقشه دیگه داشت. و یهو همه چیز عوض شد. قریایوسف، اون شیری که تمام عمرش رو تو میدون جنگ گذرونده بود، درست قبل از اینکه به بزرگترین نبرد زندگیش برسه، به خاطر یه بیماری ناگهانی از دنیا رفت. این اتفاق مسیر تاریخ منطقه رو کاملاً تغییر داد. مرگ قرایوسف پایان داستان خودش بود، اما پایان امپراتوری که ساخته بود نه. خب پس تأثیر ماندگار زندگی و حکومت اون چی بود؟ میراثش خیلی بزرگتر از چند تا پیروزی نظامی بود. اون هویت سیاسی و فرهنگی ترکمان‌ها رو تو منطقه دوباره زنده کرد، یه دولت قدرتمند ساخت و حتی زمینه رو برای تحولات بزرگ بعدی مثل ظهور دولت صفوی آماده کرد. تأثیرش روی هویت آذربایجان تا قرنها بعد هم ادامه داشت. و این نکته قدرت میراثش رو نشون میده. بعد از مرگ قریوسف، شاهرخ تیموری با اون همه قدرت وارد آذربایجان شد، اما نتونست ساختاری که اون ساخته بود رو از بین ببره. پسراش راهش رو ادامه دادن و این ثابت میکنه که اون فقط یه فاتح نبود، یه دولتساز واقعی بود. این جمله واقعاً کل سفر زندگی قرایوسف رو به بهترین شکل خلاصه میکنه. از یه شاهزاده آواره تا بنیانگذار یه امپراتوری قدرتمند. یه داستان واقعی از اراده، استقامت و یه مثال عالی از اینکه چطور گاهی بزرگترین رهبرا از دل سخت‌ترین مصیبت‌ها بیرون میان. و در آخر این سوال برامون باقی میمونه. مرگ ناگهانی قرایوسف قبل از اون نبرد نهایی به ما یادآوری میکنه که گاهی وقتا اتفاقایی که نمیافتن به اندازه پیروزی‌ها و شکست‌ها تو شکل دادن به آینده تأثیر دارن. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشیم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریس سسی رو به گوش دوستانتون برسونید. باریس سسی سیزین سسینیز.